Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. این مراسم رو ببینید که مرحمت وصف نشدنی چطور امکان پذیره. صداشو بشنوید که چطور احاطمون کرده، پس ببینید و بچشید این موهبت رو. اون باعث میشه که قدیسین آواز بخونن، نجات میده و رها میکنه حتی بیچاره‌ای مثل من رو. خدای جهان برای نجات روح من آماده شده. اون کاملا منو میشناسه و منو انتخاب کرده. ببینید چشمام بسته شده بود، اشتباه میدیدم، نمیدیدم، اما یک لحظه آینده رو تغییر داد. یه نفر چیزی رو که بهش داده بود قربانی کرد و چون اون ضربه خورده بود تاری دید منو درمان کرد. من تصمیمی گرفتم و از بدبختی به ثروت رسیدم. حالا اما من به صلیب چشم میدوزم و دستمو با احترام و ترس بالا میبرم. آه عجب نمایش شکرگزاری. و این فقط برای من نیست، برای تمام دخترها و پسراست. این به دنیا پیشکش شده، دنیای در حال فروپاشی، دنیای بی‌عاطفه، سرد، درگیر با جنگ، جایی که یتیم‌ها سوگواری میکنن. اوه چقدر ما به این موهبت محتاجیم. موهبتی که نمیتونه جایگزین، تکراری یا محو بشه. یه مرحمت برای پرستش و برای سرود خواندن، مرحمتی که آزادانه داده شده. پس حالا امید من محفوظه و تقدیرم هم تضمین شده. ممنونم برای وعده های اون موعودی که وعده های نیک میده، چه در تاریک ترین لحظت باشی چه زیر خورشید درخشان. نیکی اون چون بیرقی در ابدیت اوج میگیرد و اکنون نگاهی اجمالی بر آنچه که شکوه او آشکار میکند. ذهن من هرگز نمیتونست چیزی رو درک کنه که اون در بر میگیره، اما من عازم جاییم که برام مشخص شده، جایی که من بهش تقدیر میگم، علاجی برای درخواستهای ناامیدانمون، خانه پایانی من بهشته. پس من ملودی های جاودانی رو میخونم و تا اون لحظه با اشتیاق منتظر میمونم، با دونستن اینکه خدام بالای سرمه. به زودی به اونجا میرسم، جایی که اون در کنارم خواهد بود. خداوند بزرگ است، خدای ما حکم فرماست. ما برای جاودانگی آواز میخونیم، برای اینکه بدون عشق ما واقعا چی میشیم. برای همیشه اونو میستاییم. جلال پروردگار در آسمان هاست، مرحمت او بی‌نظیر است. به پخش سرود رحمت خوش اومدید. من نیک هال هستم، بنیانگذار تبلیغ مسیحیت پالس. ما برای دستیابی به دنیایی با امیدواری به عیسی و فرستادن پیام‌آوران برای رساندن اخبار خوب زندگی می‌کنیم. سرود رحمت یه مراسم بزرگ داشته. من معتقدم که 2000 سال پیش خدا این سرود رحمت را زمانی که عیسی روی صلیب از دنیا رفت و با برخاستن از گور مرگ را مغلوب کرد نازل نمود. زمانی که اون اتفاق افتاد یک هم‌آوایی از انسانیت برای تجلیل نازل شد، نه به این خاطر که ما به اندازه کافی خوبیم، بلکه به این دلیل که خدا بر گور چیره گشته و راهی برای ما ساخته.
حالا ما این سرود رحمت را با وحدت روی یک آواز تجلیل می کنیم که نزدیک 300 سال با نام رحمت شگفت‌انگیز سروده شد. این یکی از پرتکرارترین سروده ها و آوازهای ثبت شده در تاریخه. توسط الویس تا آریسا تا جانی کش هم کاور شده. توی جشنواره وودستاک توی کارتون سیمپسون هم بوده. زمان آزادی نلسون ماندلا قبل از اینکه دکتر لوترکینگ سخنرانی من رویایی دارم رو انجام بدن خونده شده. این یک سروده رحمته. لازمه که ما درک کنیم این تنها درباره ما نیست، این درباره نسل‌هایی که بعد از ما میان. من هنوز داستان پدر و مادر بزرگ هامون رو به خاطر میارم که روی پاهاشون می نشستیم و برای هر فرزند و نوه‌ای با ذکر اسمشون هر شب دعا میکردن، طوری که ما میتونستیم مهربانی خداوند رو تجربه کنیم. این داستان مشترک دوستم مایلسن مارکوس هم هست. اینها خانواده‌ای هستن که براشون میراثی از ایمان فرستاده شد. میخوام به این صحبت‌ها گوش بدید. خب من از وقتی که بچه بودم توی خونه بزرگ شدم که خداوند در مرکزیتش قرار داشت و به خاطر بله گفتن پدر بزرگم و بعد پدرم به عیسی من میتونستم ببینم که چطور اعتیاد و چیزای دیگه از خونمون رفتن و قادر بودم ببینم خدا چطور خانواده‌مون رو احیا کرده و عشق به خداوند که توی خانواده‌مون به جا مونده بود. اما حتی با این وجود، حتی با اینکه توی خونه بزرگ می شدم که خدا در مرکزش بود، همیشه حس می کردم ارتباطی با خدا ندارم. یادم میاد که در سال 2020 کف رخت خوابم زانو زدم و گفتم خدایا این اولین باری بود که من اسم عیسی و خدا رو صدا می کردم. این مواجهه زندگی من رو تغییر داد. چشمهام رو باز کرد تا ببینم خدا همیشه به عهدش وفادار بوده. حتی وقتی که ما نمیبینیم اون اونجا حضور داره. اونجاست و همیشه به عهدش صادقه. من معجزه خداوند رو توی زندگیم دیدم، چرا که پدر بزرگم تصمیم گرفت متفاوت باشه. تعداد زیادی از مردم فکر میکنن اگه جوونا در خانه‌های مسیحی رشد کنن احتمالاً ما گواه زیادی نخواهیم داشت، اما بزرگترین گواه زندگی کردن با رحمت و خلوص از نسل چیزایی مربوط با اختلاف نسلی که نسل بعدی که میاد لمس نمیکنه. اما حالا من به عنوان یه مرد جوون معتقدم که بزرگترین مرحمت از عیسی که من قادر به شهادت دادنش هستم اینه که چطور با بزرگ شدن در خانه‌ای که مسیح محوره، جایی که با صحبت کردن درباره مسیح شناخته میشه. شاید زمانی نمیخواستم کاری با عیسی داشته باشم، چون من گفتم شما میتونید رحمت رو ببینید، رحمت خدا و خدا رو. ما میتونستیم به عنوان خانواده تو جاهای مختلفی باشیم، اما میتونید ببینید که چطور انتخاب پدر بزرگم اونطور که والسکا میگفت یک نسل کامل رو تغییر داد. برای من تصمیم مهم تصمیم عموم بود. حالا میتونم ببینم که جوونا میتونن یه زندگی پر از عشق و لذت و بدون گناه داشته باشن. جوونا نیازی به مواد، سکس یا افتادن در دام اعتیاد ندارن. اونا نباید با افسردگی و اضطراب زندگی کنن، چون خدایی وجود داره که با مرحمتش روی یک صلیب از دنیا رفت. او برای ما مرد. اون اول عاشق ما بود. حالا به عهده ماست که دین خودمون رو ادا کنیم و هدیه رحمت رو بگیریم.
وقتی برای بار اول خدا رو تجربه میکنیم رحمت شگفت‌انگیز رو تجربه میکنیم، اما زمانی که امتحانات زندگی از راه میرسن تجربه متفاوتیه. اخیرا من با استیون کورتیس چاپمین درباره پستی و بلندی های زندگی و اینکه چطوری رحمت خدا در اونجاها به سراغمون میاد صحبت میکردیم. میخوام به مکالمه ما گوش کنیم. ما این توهمو داریم که مردمی که روی استیج هستن همه چیز براشون فراهمه و همه چیز عالیه. بله، و فکر کنم اون لحظه اینطوریه که ما یه جورایی میشه گفت تسلیم شدیم. آره تسلیم شدیم. درسته. اون لحظه خوبیه اما بعدش سخته. و اتفاقا به نظر من لحظه های سخته که تو بیشتر چیزها رو درک میکنی. آره، مثل لحظه هایی که احساس خوبی نداری و چقدر خدا خوب و مهربون و بخشنده است. نظرت چیه که این احساس تو با دیگران به اشتراک بذاری؟ بله میدونی من با رحمت خدا مواجه شدم، با رحمت خدا به عنوان یه بچه، به عنوان یه پسری جوون، و من تغییر رو دیدم، دگرگونی رو توی خونه خودم دیدم و بعد بزرگ شدم. همونطور که خیلی از ماها میشیم. شما آواز خوندن بلدید و اگه در یک کلیسا بزرگ بشید خوندن اون آوازهای عالی مثل رحمت شگفت‌انگیز و یه سرود مذهبی که اتفاقا امروز داشتم به یه نفر میگفتم من با خوندن این سرود مذهبی بزرگ شدم که میگه هر روز با عیسی از روز پیشین شیرین تره، و تمام خیلی از اون سرودهای مذهبی که شما میدونید من با عیسی خوشحالم. هر روز بهتر و بهتر میشین، بعد شما همینطور انجامش میدین و میدونی که زندگیت شروع میکنه به بهتر شدن. ما موسیقی کلیسایی رو که خیلی زیاد عرضه شده شنیدیم. میدونید که خدا شما رو خیلی دوست داره و نقشه فوق‌العاده‌ای برای زندگیتون داره و این کاملا درسته. اگه ما به اندازه کافی در کتاب مقدس مطالعه کنیم میبینید که عیسی به حواریونش میگه که شما در این دنیا مرارت خواهید کشید و اینجا جاییه که دقیقاً رحمت شروع میشه. همونطور که پولس میگه. میدونید من از خدا مکررن خواستم این رنج‌ها رو ازم دور کنه. چیزی که اون میگه اینه که ضعف در ماست نه در خدا. اون قدرتش به طور کامله. من یاد میگیرم موقع ضعف‌هام قوی باشم. حتی آرزو کردم که میتونستم از دستشون خلاص بشم و خدا اینو ازم گرفت. به یاد بیارین اون بیت شگفت‌انگیز و باور نکردنی که میدونید رحمت من به اندازه است. رحمت من کافیه. من لحظات زیادی در زندگیم داشتم که این رحمت من کافیه وجود داشته. اما یکی که میدونم شما میدونیدش یا تعداد زیادی از مردم میدوننش اینه که حدود 15 سال پیش بود و ما کوچیکترین دخترمون رو چند روز بعد از تولد 5 سالگیش از دست دادیم. اون به طرز تراژیکی طی یه اتفاق توی خونه درگذشت و خب چطوری میتونم درک کنم که خدا واقعا خوبه؟ این اتفاق واقعا وحشتناکه. چطور ما اینو میتونیم ترمیم کنیم؟ چطور نجاتش بدیم؟ میدونید این واقعا یه جورایی وحشتناک بود برای من. چطور من باید از پس این ماجرا برمی اومدم نمیدونم. چطور باید دوام می آوردیم واقعا؟ بزرگترین سوالی بود که من میتونم نجات پیدا کنم. من به همه آهنگایی که تا اون لحظه نوشتم شک کردم. آیا هنوز میتونم آواز بخونم؟ و میدونید سرودها درباره رحمت خدا و صداقت عهدش و نیکی در روشنی است و برای حالا اینطور فقدان عمیق و سوگ و غم و گیجی و چیزایی که نمیتونم بفهمم. نمیتونم. و من واقعا شروع به شناختن مفهومهایی از راههایی که قبلا ندیدم کردم. مفهومهایی مثل این که میگه چقدر طولانی، اوه خدایا برای همیشه فراموشم میکنی؟ در واقع منظورم اینه که من خیلی خوشحالم که اینا توی انجیل هستن و دستخوش تغییرات نشدن. میدونی که اگه من این کتابو مینوشتم باید مینداختیمش دور، یعنی چیز خوبی رو اصلا بازتاب نمیداد. همونطور که پالس میگه خدایا این رنج‌ها رو از من بگیر، التماس میکنم. اونم در جواب میگه که در این لحظه رنج‌هاتو نمیبرم یا نمیتونم یا هرچی، اما تو برای مرحمتم به من اعتماد میکنی؟ و تجربم از اون و تصمیم گیری برای ادامه دادن به خوندن اون سرودها و اعلام و اظهارش به خاطر اینکه در اونجاها همونطور که گفتی فقط یه چیزه که باید براش صبر کنیم، مرحمت خداوند. درسته؟ و تا زمانی که این واقعا تنها چیزیه که باید براش صبر کنیم، نمیدونم که درست درکش میکنم یا نه. اگه ما واقعا درکش میکنیم، و من نمیگم که میفهمیمش، بله میگیم که درکش میکنیم، حالا به هر طریقی که میشه به طور کامل. اما اونها لحظاتی هستن که درک خیلی عمیق‌تر میخوان. لحظاتی هستن که اونطور که پولس رسول میگه اون فرمود مرحمت من کافی است و منم همونطور که هست پذیرفتمش. این تنها چیزیه که تا زمانی که دخترمو ببینم ثابت و پایدار نگهم میداره. میدونید تا وقتی که صورتشو ببینم، چهره عیسی رو. شما وقتی در طول زندگی راه اشتباه رو میری و راه درست رو پیدا میکنی، تازه میفهمی که
تنها چیزی که میتونه زمانی که اتفاقات غیر منتظری توی زندگیمون رخ بده ما رو ثابت قدم نگه داره مرحمته. خیلی خوب. And the Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and my portion be, as long as this life endures. من اغلب به مردم میگم که چیز مورد علاقم درباره پیروی از عیسی، همینطور کمترین چیز مورد پسندم هم درباره پیروی از اونه. و ممکنه که شما تعجب کنین که اصلا چی میگم، اما در ادامه بهتون توضیح میدم. من در یه خانواده روستایی در داکوتای شمالی بزرگ شدم. زندگی عالی نداشتم، زیاد خرابکاری کردم، کارایی کردم که نمیخواستم بکنم و من با حس گناه و شرم زیادی بزرگ شدم. در حقیقت من مذهبی بودم، به کلیسا رفته بودم، به جنبش ها میرفتم، من حتی در گروه رهبری جوان ها هم عضو بودم و هنوز خیلی وقتها قلبم نسبت به خدا سخت بود و حس قلابی بودن داشتم. پس به همین دلیله که میگم چیزی در مورد علاقم درباره پیروی از عیسی اینه که اون به همه خوش آمد میگه، حتی به کسایی مثل من. اینجا جای مورد علاقه منه. من اینو دوست دارم که خدا به من اجازه ورود داد. مثل این بود که نمیتونستم وارد یک کلاب بشم. بهای حمایت خیلی بالا بود و کسی قدم برداشت و هزینه رو پرداخت کرد. عیسی در رو باز کرد. من عاشقشم. عیسی به همین خوش آمد میگه، حتی به کسایی مثل من. در واقع اون موقع است که من این آوازو میخونم، درسته؟ مرحمت شگفت‌انگیز، چه صدای شیرینی. من فقط عاشق اینم که اون بیچاره‌ای مثل منو نجات داد. این چیز مورد علاقمه. اما همچنین کمترین چیز مورد علاقم درباره پیروی از عیسی هم هست. اون به همه خوش آمد میگه، حتی به کسایی مثل من. همه ما همچین آدمایی رو میشناسیم، مگه نه؟ همه کسایی که ما از دست اونها عصبانی و دیوونه میشیم و قضاوت میکنیم و نگاه میکنیم و میگیم پسر من از اونها چیزی نمیدونم، من واقعا دوستشون ندارم. و هنوز همیشه وقتی به کتاب مقدس رجوع میکنم به من یادآوری میشه که احساسی درباره اون آدما دارم که بیشتر درباره خودم به من میگه تا درباره اونا، زیرا مرحمت شگفت‌انگیز خداوند تا اونها نیز گسترده شده. این اون دلیلیه که در دهه 1700 در روز سال نو جان نیوتن این آهنگو نوشت و منتشر کرد. اون برای اولین بار این آهنگو در کلیسا سرود. نیوتن مرد پیچیده‌ای بود. در واقع اون به خاطر گذشتش خودشو کفرگوی اعظم نامید. اون عادت داشت نفرین کنه، نام خدا رو در پوچی و خودفروشی ببره و به هر شکلی شرورانه زندگی کنه. در واقع اون روی یک کشتی بردهداری بود و کشتی بردگان رو کاپیتانی میکرد و برای سالها از مردم سوء استفاده میکرد تا وقتی که یک مواجهه داشت و اون زمانی بود که اون نام خدا رو فریاد زد. کشتی در هم شکسته شد. یک شخصی از روی کشتی به دریا پرت شد و او به سمت خدا فریاد کشید، خدایا ممکن است به من رحم کنی؟ به من رحم کن. به من رحم کن خدایا به من رحم کن. میبینید این کلمه رحم همان است که ما از خدا درخواست میکنیم، چرا که ما میدانیم سزاوار مهربانیتش نیستیم، ما سزاوار داوری اوییم، همان گونه که اون نیوتن گفت خدایا به من رحم کن. و دهه‌ها بعد زمانی که او پیشوای روحانی کلیسا بود و زندگیش تغییر کرده بود، او سرودش را به نگارش درآورد که همان مرحمت شگفت‌انگیز بود. می‌بینید این مرحمت شگفت‌انگیز خداست که بر ما گسترده است و دگرگونمان می‌کند. حالا امروز جان نیوتن وقتی که این سرود را به کلیسای روستایی‌اش تحویل میداد، بازتاب دهنده داوود در شرح 17 کتاب است. داوود این را میگوید خدایا من که هستم؟ من کیستم و خانوادم کیست که تو برایمان اندیشناک بوده ای؟ میبینید این داستان انسانیت است. تو و من سزاوار خشم خداوندیم، چون ما دروغ میگوییم، تقلب میکنیم، دزدی میکنیم. ما در قلبمان نفرت داریم و اغلب بیشتر از خودمان متنفریم. سخنان منفی درباره دیگران میگوییم. من معتقدم این دلیلی است که عیسی زمانی که فرامین کبیر را به دیگران میگفت میگوید شماره 1 باید خدا را دوست داشته باشی. خدایت همراه با قلبت، روحت، فکرت و قدرتت است. سپس شماره 2 باید یاد بگیری آنگونه که خودت را دوست می‌داری همسایه‌ات را هم دوست بداری. تو و من اغلب خودمان را دوست نداریم یا ابداً با مهر درباره خود نمی‌اندیشیم.
آنکه بیشتر نیازمند مرحمت است من هستم. میبینید این چیزی است که مرحمت شگفت‌انگیز میآورد. خداوند ملاقاتمان میکند حتی اگر عالی نباشیم و این دلیل این است که این سرود رحمت همان گونه است که باید باشد. دلیل این که همه کس از الویس پریسلی گرفته تا جانی کش تا جانی آریسا فرانکلین و حتی نت فلاندرز در سیمپسون ها این آهنگ را خوانده‌اند، چرا اینکه فریاد قلب انسانیت است که ما قادریم رحمت شگفت‌انگیز خدا را تجربه کنیم. که آنگاه که ما سزاوار مرگیم او به ما زندگی و عشق بخشید. او ما را از درون به بیرون متحول کرد و دلیل این که پالس رسول میگوید با رحمت است که ما نجات میابیم. این رحمت شگفت‌انگیز است. این سرود رحمت است که ما میتوانیم دور هم جمع شویم، تمام قبایل، زبانها و ملتها، و لاف نمیزنم که چقدر پول داریم یا نداریم، چقدر خوبیم یا خوب نیستیم، چه کارهایی کرده ایم یا نکرده ایم، اما ما با هم جمع میشویم و میگوییم مرد همه کارهایی که کردیم کافی نیستند. به همین دلیل به رحمت خدا نیازمندیم و این چیزی است که عیسی و تمام مسیحیت را از مذاهب دیگر متمایز می‌کند. اگر تو تمام اعتقادات دیگر را روی زمین ببینی، همه آنها به تو خواهند گفت نیاز است که تمام این کارها را انجام بدهی تا به اندازه کافی برای خدا خوب بشوی. اگر به قدر کافی به معبد بروی، به اندازه کافی کلیسا بروی، به قدر کافی به اجتماعات و مسجد بروی، اگر به دفعات کافی نماز بخوانی، به این مکانها بروی، شاید بتوانی به اندازه کافی خوب باشی. یک روند کسالت بار تمام ناشدنی است که جاودانگی مرا زیر سوال میبرد، ارتباطم را، موجودیتم را زیر سوال میبرد. آیا او واقعا دوستم دارد و هیچ چیز کافی نیست؟ اما تفاوت عیسی درباره تمام چیزهایی نیست که لازم است برای خدا انجام دهی. درباره این حقیقت است که خدا آمده و برای تو انجامش داده است. انجیل میگوید به ندرت کسی برای یک مرد خوب میمیرد، اما خدا در این مورد برایمان عشقش را نمایان می کند. در حالی که ما گناهکار بودیم مسیح برایمان مرد. و پولس می گوید با رحمت است که ما نجات می یابیم از طریق ایمان. این یک هدیه است، با کار کردن به دست نمی آید، پس کسی نمی تواند لاف بزند. ما اینجا نیستیم که لاف بزنیم که بهتر بوده ایم. ما اینجاییم تا جار بزنیم که عیسی بهتر است. عیسی بر گناهانمان چیره شد، بر مرگ غلبه کرد و عیسی زنده است و این حقیقت که او زنده است تو را صدا میزند و من را صدا میزند که به خانه برگردیم. این سرودی از رحمت است که من و تو باید جزئی از این آهنگ باشیم که او ما را نجات داده، که او رهایمان کرده، که ما همانی نیستیم که زمانی بوده ایم و ما اکنون میخواهیم که باشیم، نه، اما در راه خانه‌مان هستیم. میبینی این پیامی از شرمساری و محکومیت نیست، محکومیت بیشتری در کار نیست. این یک دعوت برای آمدن به خانه است. این دعوتی برای دوباره نو شدن است. این دعوتی برای تجربه عشق بی قید و شرط است. این دعوتی است برای درک تمام پتانسیل هایت. میبینی اخیراً این را فهمیدم که این نوعی از کد تقلب زندگی است. هرچه به خدا نزدیکتر می شوم به عیسی نزدیکتر می شوم. بیشتر به نسخه نهایی خودم که خدا برایم تدارک دیده نزدیک می شوم. نه با تلاش سخت‌تر، نه با بهتر عمل کردن، نه با اثباتش به آدم‌های دیگر یا نگه داشتن صورت حساب، بلکه با پذیرش رحمت خدا که سزاوارش نیستم و این را درک می کنم که او عاشقم بود. او برای من مرد. او میگوید من کافیم و او میگوید تو کافی هستی. پس میخواهم امروز این را بشنوی که تو توسط خدا دوست داشته شدی، که عیسی خیلی دوستت داشته، که روی صلیب به خاطرت مرده، که او بر گناهان و شرم چیره گشته. ممکن است غمگین شوی، ممکن است درباره خودکشی فکر کنی. میخواهم بدانی که زندگیت ارزش زندگی کردن را دارد، که عیسی برای تو مرد و او زنده است و از تو برای دوباره سازی دعوت میکند. آن هم درست ساخته شدن دوباره با خدا. میبینید انجیل میگوید اگر ما به گناهانمان اعتراف کنیم او به عهدش صادق و عادل است و ما را میبخشاید. ما نمیاییم بگوییم که کاملیم، ما ظاهرسازی نمی کنیم. ما میاییم و میگوییم ای عیسی من نمیتوانم باور کنم این رحمت شگفت‌انگیز از آن من است. و بنابراین امروز هیجان دارم تا شما را به بزرگترین رابطه در تاریخ دنیا دعوت کنم.
من مشتاقم که شما را به این سرود رحمت که صدایتان بخشی از این بزرگترین همخوانی است دعوت کنم. بگو مرد، من زمانی گم شده بودم اما حالا پیدا شدم. زمانی کور بودم اما حالا بینا شدم. این رحمت خداوند برای توست. رحمت خدا برای توست. و این رحمت خدا برای هر گوشه از زمین است، چرا که یک گوشه از جهان وجود ندارد که رحمت خدا نتواند بدانجا گسترش یابد. یک آدم روی زمین وجود ندارد که خدا نتواند به او دست یابد تا بگوید من تو را دوست دارم. پس حالا من میخواهم دعوتتان کنم یک دعای ساده را انجام بدهید. فقط با خدا حرف بزنید. در پیشگاه خالقتان بیایید و بگویید خدایا من به تو نیاز دارم. من به این رحمت محتاجم و ما میتوانیم مثل این دعا کنیم. میخواهیم سرتان را خم کنید و با من دعا کنید. حالا ای عیسی، من به تو در زندگیم نیاز دارم. بدون تو نمیتوانم. من ایمان دارم که تو به خاطر من روی صلیب مردی، که تو زنده ای، که تو از قبر برخاستی. من با ایمان دعوتت میکنم که مرا با روحت سرشار کنی. من را به خاطر گناهانم ببخش و اجازه بده در رحمت شگفت‌انگیزت زندگی کنم. به نام عیسی ما دعا میکنیم. آمین. اگر خدا در طول این برنامه با شما سخن گفت و شما به عیسی پاسخ میدهید، بگویید من میخواهم جزئی از این سرود رحمت باشم. از شما میخواهم دستورالعمل‌های زیر را دنبال کنید. ما نمیتوانیم برای صحبت با شما بیش از این منتظر بمانیم. And my Redeemer is faithful and true, and everything he said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. سرود رحمت یک کمپین جهانیه. مریم و کلیسا رو با هم متحد میکنه و مردم با هر پیشه‌ای رحمتی که از سوی عیسی پیشکش شده رو تجربه میکنن. ما میخوایم که صدا و داستانتون رو اضافه کنید. پس میتونید این کار رو به شکل آنلاین در anthemofgrace.com انجام بدید. همینطور منابع بیشتری هم برای گام‌های بعدی وجود داره. پس همین الان به این وبسایت سر بزنید.